Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menegaskan negosiasi dengan Amerika Serikat masih ditangguhkan. Di sisi lain, Iran dan Oman menyiapkan rute pelayaran baru di Selat Hormuz. Namun, Araghchi menyebut kesepakatan tersebut belum berarti Selat Hormuz dibuka kembali. ایران امروز ایران ایستاده در مقابل طوفان نامردمی و ظلم است. ما بر عهدی که با سید الشهدای زمان قائد عظیم الشأن حضرت آیت الله العظمی شهید سید علی حسینی خامنه‌ای بسته ایم ایستاده ایم و اجازه نخواهیم داد که این خونهای به ناحق ریخته شده فراموش شده و یا نادیده گرفته شوند. ما نه فراموش می‌کنیم و نمی‌بخشیم. نه فراموش می‌کنیم و نمی‌بخشیم. این خونها خواهند جوشید و درخت عدالت‌خواهی و عدالت طلبی را هر روز تنومندتر خواهند کرد. ما الان در حال حاضر هیچ مذاکره با آمریکا نداریم. بله، تبادل پیام از طریق واسطه‌ها هست. این اسمش مذاکره نیست، اسمش تبادل پیام هست. واسطه‌ها همچنان دارن تلاش میکنن که زمینه‌های مذاکره رو مجدد رو ایجاد بکنن. از نظر ما تا موارد نقض یادداشت تفاهم به پایان نرسه و آمریکا به هر حال اون چه که نقض کرده در یادداشت تفاهم رو جبران نکنه، امکان شروع مجدد مذاکرات وجود نداره. مذاکرات ما با عمان در خصوص تعیین مسیر دریایی جدید در تنگه هرمز هست. این مذاکرات خوب پیش رفته. ما میتونم بگم در مراحل پایانی هستیم و این مسیرهای قدیمی که وجود داشته با مسیرهای جدیدی جایگزین میشه. رو نقشه ها الان متخصصین دارن کار میکنن. این البته به معنی باز شدن تنگه هرمز نیست. ما این توافق ممکنه صورت بگیره، ولی تنگه هرمز منوط به باز شدن تنگه هرمز منوط به تحقق یک سری شرایط دیگری هست که به هر حال این از طریق واسطه‌ها